الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از هر چیز و هر سخن، خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و راهی جز تشکر از خداوند برای نجات بندگان خدا وجود ندارد. همه نعمت‌های خداوند خوب هست. خداوند در هیچ نعمتی از نعمت‌هایش، چه مادی، چه معنوی، چه دنیوی، چه اخروی، ضرر و زیان برای بندگانش قرار نداده. هر چیزی که خداوند آن را به عنوان نعمت معرفی کرده حلال هست. اگر حلال هست، اجازه هست که ازش استفاده بکنیم، پس نعمت هست. اگر نعمت هست، خدا اجازه داده که استفاده بکنیم، پس خوب هست، پس مفید هست. چون خداوند به غیر مفید دستور نمیدهد و هر چیزی که خداوند اون را معصیت معرفی کرده و گناه، در نتیجه حرام هست و ممنوع هست و نزدیک شدن به اون خطرناک هست. چون نزدیک شدن به حرام یعنی نزدیک شدن به گناه و نزدیک شدن به گناه یعنی نزدیک شدن به خشم خدا و جهنم و بی‌آبرویی و ذلت و خواری و ضرر و زیان و تباهی و پریشانی و ناامنی و ترس و دلهره و هر چی که حساب بکنید. پس نتیجه میگیریم که حلال خدا خیر محض است و رضای خداست و سلامتی و سعادت است و حرام خدا معصیت و گناه است، در نتیجه ضرر محض هست و در نتیجه خشم خدا هست. همین کافی است که بدونید. یک مطلب دیگه مونده که انسان بعد از اینکه این قاعده رو فهمید، باید بپردازد به حلال شناسی و حرام شناسی، خوب شناسی و بد شناسی، پاک شناسی و نجاست شناسی. اگر حلال این خاصیت داره، چه چیزی حلال هست تا این خاصیت نصیب ما بشود؟ اگر حرام این خاصیت داره، چه چیزی حرام هست تا از اون فاصله بگیریم، تا از اون دوری بکنیم؟ و دوری از حرام یعنی خوشبختی، یعنی سلامت. میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. منظورشون اینه که تو دست پای شتر بخوابید، شاید سر و کلت خورد بشه. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. در حقیقت دور از حرام بخواب، دور از گناه بخواب، دور از معصیت خدا باش. زندگی خوبی خواهید داشت در دنیا و آخرت. شاید دور از گناه باشید، مال خوبی نداشته باشید، مقام خوبی نصیبت نشه در دنیا، ولی همه چیز که تو مال و پست و مقام و شهرت و حکومتداری نیست. هر که بامش بیش برفش بیش. ولی این قاعده، دور از حرام باش، زندگی خوبی خواهید داشت، این شکی درش نیست. این هم یک نوع سرگرمی است. تق یک نوع سرگرمی است. جاش هم تو عروسی هاست. اینطوری ولی رسم شده که تو عروسی ها بچه ها ترقه بزنن، فشفشه بزنن. اونجایی که کلاسشون بالاتره فشفشه میزنن، فشفشه ملون میزنن تو هوا، رنگی میشه، روشن میشه، خوشش میاد، طرف کیف میکنه. یه فشفشه فرستاد برام. خیلی چیزا رسم شده، جزء رسم و رسومات ما هم نبوده. خیلی چیزا رسم شده،
جزء برنامه‌های دینی ما هم نبوده، ولی به ما تحمیل شده، آمده جزء زندگی ما شده، جزء شادی‌های ما شده، جزء خوشی‌های ما شده، جزء خصلت‌های زنها و مردا و جوانای ما شده. ما باید در همه احوال شکر خدا را بکنیم. خداوند نعمت فرستاده که ما رو توانمند بکنه، نه اینکه نعمت فرستاده که ما رو ضعیف بکنه، روز به روز عقب‌تر ببره. واقعا جای تعجبه. هدف خداوند از همه نعمت‌ها که حلال نموده که بندگانش قوی بشوند، توانمند بشوند و بعد به عمرانی و آبادی زمین بپردازند. جایگاه انسان چیه؟ و ارزش انسان چیه؟ و مقام انسان چیه؟ ما داریم الله و داریم انسان. انسان نفر دوم بعد از الله هست. اول خدا، بعد انسان. پس انسان بعد از خداوند رتبه دوم داره. انسان که نمیتونه خدا باشه، پس الله کسی دیگه است. انسان رتبه دوم بعد از الله داره. این رتبه که به انسان داده؟ الله داده. گفته تو جانشین منید. جانشین همیشه جای فرمانده می نشینه. یه فرمانده هست، جانشین فرمانده. مقام انسان خیلی بزرگه. انسان جانشین خداونده. خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش پذیرفته. در نتیجه خداوند دوست داره که جانشین الله توانمند باشه، محترم باشه، مکرم باشه، پوچ و بی محتوا نباشه. مهم نیست روستایی هستی یا شهری هستید، تو تهران زندگی میکنید یا تو روستا زندگی میکنید، مهم که تو قبول داشته باشید که جانشین الله هستید. همه نعمت‌ها برای تو آفریده شده، برای توانمندی تو. و بعد از این که توانمند میشی، جامعه را به عمران و آبادی برسانید، نه جامعه را به تباهی برسانید. زمانی که انسان خودش رو دست کم میگیره و از ارتباط با الله که ربشه احساس خجالت میکنه، احساس شرمندگی میکنه و تصمیم میگیره که خودش خدای خودش باشه، والعیاذ بالله، این انسان پوچ و بی محتوا میشود. سعادت تو در خدا بودن نیست، چون تو لیاقت خداوندی رو ندارید. سعادت تو در عبد بودن است. رب که فقط یکیست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب یکیست. همه ما نمیتونیم رب باشیم، اما انسان متکبر میگوید من ربم، چون تکبر صفات ربه، تواضع صفات عبده. کسی که برنامه خدا رو قبول نداره یعنی میگه من برنامه ریز خودم هستم، من برنامه خودم رو قبول دارم. وقتی کسی برنامه خدا رو قبول نداره یعنی خدا رو قبول نداره. جایگاه من و تو عبد بودن هست. زمانی که ما جایگاه خودمون رو گم کردیم، بی سواد شدیم، معصیتکار شدیم، با سواد شدیم، متکبر شدیم. خیلی از تحصیل کرده های ما فحش به خدا میدن. هرچه علمشون، تحصیلاتشون، تخصصشون بالاتر میره، از نماز و حجاب و دین و قرآن مسخره میکنن و اینها را سبب عقب افتادگی و عقب ماندگی مسلمان ها میدونن. تو این روستای کوچک که از همه طرف راهاش محدود هست، اگه کسی نماز نخونه خیلی زشته. اگه کسی مدل های عجیب و غریبی که تو غرب هست اینجا پیاده بکنه خیلی ضایع هست. اینجا تهران نیست که هر گونه مدل اینجا باشه.
اینجا معمولا انسان‌هاش باید خیلی متواضع باشن، جواناش باید خیلی مؤدب و محترم و درسخوان و با تقوا و با خدا باشن، چون اینجا اسباب گناه نیست. امروزه دیگه شعار به لباس پوشیدن نیست، هر کسی لباس شیک‌تره با حرف بلد نیست بزنه و کراوات هم بپوشه، کت ایتالیایی هم بپوشه، سامسونیت هم دستش باشه. وقتی نتونه اسمش بنویسه این پوزش به خاطر چی آخه؟ حالا موش به این طرف بزنه، موش به این طرف بزنه، کپ بزنه، حتی دوست داره بزنه، ساعتش رنگش طلا باشه، رنگ زرد باشه، قلم سر جیبش زرد باشه مثل طلا باشه. خیلی ها سواد ندارن ولی 3 تا پارکر سر جیبشونه. این که نشانه تمدن نیست. بهترین نعمتی که خداوند به ما داده نعمت علم هست علل اطلاق، و تنها نعمتی که خداوند با اون نعمت بر ما منت گذاشته و نهایت لطف و مهربانی و دلسوزی و خیرخواهیشو برای ما ثابت کرده نعمت علم و معلم هست. اگر شما تحصیل کرده نداشته باشید، عالم دین از خودتون نداشته باشید، متخصص و تحصیل کرده از خودتون نداشته باشید، این مساجد به درد چطور میخوره؟ ما در 2 هفته گذشته در محل خودمون 3 تا تصادف با موتور داشتیم در زمان 2 هفته، یعنی 15 روز، که از این 3 تا تصادف 2 تاشون مردن، فوت کردن، یکیشون در حال مرگ تو کماست و یکیشون هم پاشون خورد شده. همه 18 ساله 19 ساله، بعضیشون تازه خواستگاری هم رفته بودن. چطوری فرهنگ موتور سی جی خریدن زیاد اینجا، همه جا در بر گرفته. فکر میکنه بابا اگر موتور سی جی برای بچه 10 سالش نخره بچه‌شو ناراحت کرده، آزرده کرده. یا بچه فکر میکنه که اگر باباش موتور سی جی براش نخره باباش دوستش نداره. بچه بدون گواهی کلاه یمنی هم که نمیپوشن. چرا این فرهنگ اینطوری جا افتاده؟ بچه های ما رو بدبخت کرده. چرا به فکر تحصیل بچه هامون نیستیم؟ به فکر تدینشون نیستیم؟ فقط به فکر موتور سی جی خریدنیم. دست بچه بده تو این خیابونا رو مترو کنه. این مشکل شما نیست، این مشکل شهری هاست. وقتی که دخترها از مدرسه مرخص میشن هر موتوری 3 نفر سوارن، مثل دیوانه ها، کار ندارن، زندگی ندارن، خانواده ندارن، شخصیت ندارن، تربیت خانوادگی ندارن. تو شهر اگر این مسائل باشه، شهر دیگه، ولی توی روستایی، تو دامنه کوه که وحی از کوه شروع شده، اولین آیه قرآن در کوه نازل شده. از کوه باید ما درس بگیریم، درس استقامت و استوار بودن و محکم بودن و در مقابل بادها متلاشی نشدن. پیامبران از کوه چه درسی گرفتن؟ درس صبر، استوار بودن، شامخ بودن. کوه که کاه نیست، کوهه، بل جبال اوتادا. پیامبر میرفت صلی الله علیه وسلم به غار حرا در تنهایی و خلوت شب، از اونجا رو به کعبه می نشست. 5 کیلومتری مکه است، از بالای کوه رو به کعبه می ایستاد و خانه خدا رو در ته دره می دید. یه چشمش به خانه خدا بود، یه چشمش به آسمان بود. مگر میشه بدون نگاه و امید به آسمان زمین رو آباد کرد؟ زمین رو بلند کرد؟ میشه. ما که حیوان نیستیم همینطوری راه بریم، میشکی نیستیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. همش خداوند میگه بچرخان، نباید اینطور راه بریم مثل میش. باید نگاه بالا بکنید چه عظمتیه.